اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم خاطر همه نعمتهای خوب و مفید، خاطر همه توفیقات گرانبها و ارزشمند. با ارزشترین توفیقات الهی توفیق هدایت به دین مبین اسلام، یعنی هدایت به همه خوبی ها، پاکی ها، ارزش ها، توانمندی ها، سعادت و خوشبختی ها، خاتمه به خیری ها، یعنی هدایت به همه خوبی هایی که در تصور ما و شما بیاید، یعنی هدایت به همه خوبی ها و خیری که در دنیا و آخرت وجود داشته باشد، یعنی هدایت به همه خوبی هایی که خداوند پاک و خداوند خوب و خداوند مهربان و خیرخواه و دلسوز تشخیص دادن که ماورای اون خوبی ها خوبی وجود ندارد و اگر خوبی وجود داشت قطعا خداوند مهربان و خیرخواه در دین خودش برای ما و شما منظور می کرد. خداوندی که موصوف به رحمت و شفقت و خیرخواهی و مهربانی است و دلسوزی. اگر قدر نعمتهای خدا را تا این لحظه آنطوری که شایسته و بایسته نعمت هاست دونستیم، پس بگیم الحمدلله. و اگر احساس میکنیم که کوتاهی و تقصیر و ناسپاسی و ناشکری از ما صورت گرفته در مقابل این همه بذل و بخشش و عنایت و الطاف و توجه خداوند، راهی جز استغفار نیست، راهی جز توبه نیست برای نجات از ذلت و شرمندگی و خواری و بی‌برکتی و پراکندگی و پریشانی و اضطراب و ناامنی. استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. این رو زمزمه بکنید عزیزان. استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا و نتوب الیک. خداوند تبارک و تعالی می فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. همیشه توانمند بودن و همیشه متمکن بودن بندگان خدا و همیشه قدرتمند و قوی بودن و غنی بودن و همیشه تراکم نعمتها به صلاح بندگان نیست، اما
ما و شما بندگان بیچاره و ضعیف همیشه تقاضای مزید نعمتها را می کنیم. خداوند می فرمایند اگر خداوند رزق و روزی را گسترش بدهد که همیشه یک نواخت باشد و روز به روز افزایش پیدا بکند، سبب طغیان بندگان خواهد شد. در قحطی و قطع باران چنین حالتهایی پیش میاد: تضرع، گریه و زاری و بازگشت و توبه و استغفار. خداوند تبارک و تعالی علیم و حکیم است. بندگانش را دوست دارد، نمیخواهد که بندگانش متضرر بشوند. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها و ما بکم من نعمت فمن الله. قصد آزار و اذیت و قصد تحقیر و قصد انتقام جویی از بندگانش ندارد. الخلق كلهم عیال الله. ما در خور خداوند نیستیم که از ما انتقام بگیرد. آزمایش خداوند هم نوازش هست. امتحان خداوند هم بیداری هست. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. خدایا سیلی های تو هم سیلی های محبت هست، سیلی های بیداری است. امروز ما از نداری و فقر، ضعیف و ناتوان و ذلیل و گرسنه و تشنه و بی‌برکت نشدیم. امروز از طغیان نعمتها و افزایش نعمتها و کمی شکر و قدر شناسی ما ذلیل و بدبختیم. از دارایی و تمکن و غنا و ثروت بیچاره شدیم، از خود بی خود شدیم، مغرور و ظالم شدیم. تبهکار شدیم، فاسد و مفسد شدیم، بیچاره و در به در شدیم. چون نعمتهای خدا را ارج ننهادیم و نعمتهای خدا رو در جهت اهداف خلقت نعمت به کار نگرفتیم و نعمتهای خدا را سبب عمران و آبادی و تقوا و علم و دانش و هدایت و الفت و محبت و تدین و خدا ترسی قرار ندادیم. اگر ما امروز به این قحطی دچار شدیم، مهمترین عامل این قحطی احساس بی‌نیازی است. سبحان الله، با نعمتهای خدا احساس میکنیم که از خدا بی‌نیازیم. حتی برای طلب باران هم با عطر و ادکلون و
یک ژست خاص میاییم. سنت است که از خانه با پای پیاده سرافکنده از خانه با استغفار بیایید، نه با خنده و قهقه، نه با لباس خوشبو و معطر، نه در مسیر راه به ماشین ها و مغازه ها و لوکس فروشی ها نگاه کردن و خیره شدن. با پای پیاده از خانه. نه تعداد ماشین ها از افراد بیشتر بودن در نماز استسقا، اهل خمیر نباید با ماشین می آمدن. پیامبر با پای پیاده رفته، میتونست بهترین اسب و بهترین شتر سوار بشه. در نماز استسقا یعنی طلب باران، نهایت ذلت و تواضع و اظهار نیاز، اونقدر باید تواضع و ذلت و خشوع و تضرع و گریه و زاری داشته باشید که از زمانی که از خانه حرکت کردید استغفار از تو جدا نشود. چطوری آمدیم طلب آب بکنیم در صورتی که فکر میکنیم شیر آب باز میکنیم آب فواره میزنه تو لوله؟ زمان این استسقاها جواب میدهد که تصور حال هاجر و اسماعیل رو داشته باشیم که لب مشک و میفشاردن قطری نمیچکید، نه اینکه منبع ها و بشکه ها پر از آب است و شیر رو باز میکنیم آب میاد. ما به اون درجه از ذلت و احساس نیاز به آب نرسیدیم. بچه هامون از تشنگی گریه نکردن چون اسماعیل. نصرت خدا تکرار می شود، ان تنصروا الله ینصرکم. اگر تقوا و نیاز ما به خدا و توبه و استغفار ما تکرار بشود، زمین سوراخ شد زیر کوزک پای اسماعیل، اون طفل معصوم. کاری که باید بیل و کلنگ بکند تا زمین را سوراخ کند، اشک اسماعیل کرد. اون زن ضعیفه و اون طفل معصوم وقتی در اون بیابان و صحرای بی آب و علف رها شدن توسط خلیل الله و به زن و فرزندش پشت کرد، هاجر صدا زد: مرد کجا می روی؟ یک زن ضعیف و یک طفل معصوم رو تو این بیابان رها کردی. آیا به امر خداست یا تصمیمی از پیش خودت؟ گفت امر خداست. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. هاجر برگشت گفت برو مرد، اگر امر خداست اذن لن یضیعنا الله. اگر امر اون پس الله ما را ضایع نمی کند. آیا شنیدید که الله کسی را ضایع بکند؟ اما ما اگر از الله فاصله گرفتیم اول خودمون رو ضایع می کنیم، بعد هم نوعمون، بعد مخلوقات، بعد طبیعت.
و نعمتهای الهی به هیچ کسی رحم نمی کنیم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اگر متمکنین در جامعه، اونهایی که توانمندن، چه از نظر حکومت، چه از نظر مال و ثروت، چه از نظر جاه و منصب، اینها اسباب تمکن هست. علم، دانش، مال، ثروت، پست و مقام، اینها اسباب تمکن هست در جامعه. امروز متمکنین جامعه پشت به خدا کردند. امروز متمکنین جامعه نیاز به دعای فقرا و مظلومین و معصومین چون این طفل معصوم و این حیواناتی بی زبان که آوردن که بگیم خدایا اگر به ما باران نمیدید چون به تو پشت کردیم، خدایا این گنگ بی زبان، این اطفال معصوم، این فقرا و مساکین، این مظلومین، خداوند میفرماید کسانی که اونها را در زمین متمکن کردم باید 4 کار انجام بدهند. خوب دقت بکنید، نه اینکه متمکنین ظلم بکنن، اسراف بکنن، فساد بکنن با تمکنی که خدا به اونها داده. اقام الصلاة، نماز رو برپا بدارن، و آتوا الزکا، انفاق بکنن. اقام الصلاة یعنی رابطشون با خدا تضعیف نشود، چون تمکن در جامعه معمولاً غروری کاذب به انسان دست میدهد که اینها همه به زور بازو و سیاست و تیزهوشی و درایتی که خودم داشتم به دست آوردم، این موقعیت ها را خودم برای خودم ایجاد کردم، از خدا غافل می شود. در نتیجه میگه الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، میگن همه چیز خدا داده، همه چیز مال توست، نفس کشیدن منم مال توست، تو باید فرمان بدهید، اجازه بدهید. اقام الصلاة، پیشانی رو به خاک مالوندن. و آتوا الزکا، کافی نیست نماز خوندن و انفاق نکردن. بعضی فکر میکنن که چون نماز میخونن اما تمکن دارن انفاق نکنن مسئله ای نیست. یکی از علتهای قحطی این که تجار زکات مالشون ندهن. زمانی که تجار امت محمد صلی الله علیه وسلم زکات مالشون ندادن و صدقه واجب غیر از زکات طبق نیازهای جامعه بخیلی کردند، قحطی می آید. و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور. عزیزان و سروران، امروز جمع شدیم برای طلب باران. رحمت خدا، مایه حیات، مایه عمران و آبادی، وقتی که آب زمزم زیر پای اسماعیل فواره زد، هاجر دوید، حوضچی رو درست کرد و گفت زمزم زمزم. فکر میکرد که این آب خشک میشود، با خاک آمد حوضی درست کرد و گفت زمزم. قبیله رد میشد به اسم قبیله جرهم در بیابان
دیدن که پرندگان حلقه زدند. شخصی رو فرستاد رئیس قبیله، دید که یک پسر بچه و یک زن نشسته، حوضچی درست کردن، آب می جوشد. بعد از احترام ادب، در صورتی که میتونستن هم اون زن رو به قتل برسونن هم بچه رو، یا غصبشون کنند. قبیله قدرتمنده، گفتن این آب مال شماست خواهر؟ گفت مال اونه. مال اونه. بیا پسرم، بیا این بالا، همونجا بیست رو به مردم. همه آوردن اونجا خیمه زدن. همون دعای ابراهیم بود و گریه و زاری اسماعیل و هاجر بود. آباد شد، اسماعیل بزرگ شد، از همون قبیله زن گرفت. پسرم حاضرید برای ما دعا بکنید؟ ما خیلی گناهکاریم. ما همه خجالتیم، رومون نمیشه. حاضرید برای ما دعا بکنید خدا باران بده؟ رهید دعا بکن عزیزم. خدایا ما همه بنده تو هستیم. خدایا ما همه بنده تو هستیم. خدایا اگر بزرگان و پدران و مادران ما گناه کردند، خدایا تو بخشنده و مهربانی. خدایا همه ما را ببخش و بیامرز. خدایا باران رحمتت را بر ما سرازیر بفرما. پسرم به این جمع بگو استغفار بکنن، بهشون بگو توبه بکنید. بچه به این بزرگترها بگو، به بچه ها چی؟ بزرگترا توبه بکنید. توبه بکنید، دوباره بگو بزرگترا توبه بکنید. استغفار بکنید. استغفار بکنید. اولاد همیشه زجر گناه پدر و بزرگتر رو میکشد. خیلی ممنون پسرم، ما بزرگترها رو متوجه توبه و استغفار کردیم. بچه های خوبی داریم. همه با هم استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. توبه از گناه. علما میگویند که آثار گناه در زندگی انسان مسلمان بیرونقی در صورت، تاریکی در قلب، نفرت در دل بندگان و خلق خدا، بی‌برکتی در رزق و روزی. علما میگویند گناه بد است و بدتر از گناه 4 چیز است: کوچک شمردن گناه، کوچک شمردن گناه،
اصرار بر گناه، توجیه کردن گناه، آشکار و علنی کردن گناه. گناه بد است، بدتر از گناه 4 چیز است. کوچک شمردن گناه. گناه کردی نگو این کوچکه، این صغیره است، بگو استغفر الله. توجیه کردن گناه. گناه کردید نگو حالا اینطوریه اینطور شد، این گو استغفر الله. گناهو توجیه نکن، گناهو پاک کن. اصرار کردن بر گناه. متوجه اشتباه شدی بگو استغفر الله. چه در حق خدا، چه در حق خلق خدا، چه در حق خانواده، چه در حق خودت و نفست. گناه و اصرار برش نکن که اصرار بر گناه خاتمه به خیری ندارد. و 4م، گناهو با تکبر و غرور آشکار نکن. چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده هر گناهکاری امید به رحمت خدا داشته باشد مگر مجاهرین به گناه، اونهایی که خداوند در تاریکی شب و در خلوتشون بر اونها ستر کرده، اما صبح با طلوع آفتاب در مجامع عمومی در جمع دوستانشان ستر خدا رو پاره میکنن، میگویند دیشب فلان کار کردیم، دیشب فلان کار کردیم، تا صبح ای شنوش داشتیم. ستر خدا رو، پرده‌ای که خدا بر اونها انداخته، پاره میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. فتحنا عليهم برکات، برکت‌های آسمان و زمین را بر روی اونها باز میکنیم. شیخ عائض القرنی نقل میکند از یکی از صالحین و عابدین از فضلا در کتاب لا تحزن غم مخور، میگی که با خانواده و فرزندانم به صحرا رفتیم. در صحرا بودیم که هرچی آب بود تمام شد، نوشیدنی که همراهمون بود تمام شد، بچه ها تشنه شدن، گریه و زاری بلند شد. رفتم اطراف نگاه کردم، همه اماکنی که محل تجمع آب بود همه خوش شده بود. برگشتم، فرزندان گفتن که بابا آب پیدا کردی؟ گفتم که آب تمام شده، این منطقه آب نیست، همه خوش شده. آبگیرهایی که این اطراف بوده همه خوش شده. احساس کردیم که به هلاکت نزدیک شدیم. صدای گریه بچه ها هم بلند شد. میگه کل اعضای خانواده با هم نشستیم، گفتیم هیچ راهی نیست مگر اینکه به درگاه خودش دست نیاز و گریه و زاری بلند کنیم. اما یجیب المضطر، میگه این آیه در ذهنم آمد، در دلم خطور کرد، چه کسی به فریاد بیچارگان و درماندگان و نیازمندان میرسد به جز خودش؟ و یکشف السوء، میگه نشستیم دست و بلند کردیم، همینجور اظهار نیاز میکردیم همه با هم. یک دفعه وقتی خبرم شد که لکه ابری بالای سرم شروع به باریدن کرد، اونقدر بارندگی شدید بود که کل آبگیرهای اطراف پر شد و خوشحال شدیم و شکر خدا رو به جا آوردیم. بعد میگه خودمونو سیراب کردیم، وضو گرفتیم، ظرفامون پر از آب کردیم، راه افتادیم.
مقداری که راه رفتیم دیدیم که زمین خشکه، منطقه از خشکی دارد میسوزد. بعد به خانواده و زن و بچه گفتم که این آب ظاهراً باران نجات و رحمتی بود که خداوند منت گذاشتن و اظهار نیاز و گریه و زاری ما و شما و فرزندان بود. این اکرامی بود که خداوند به ما و شما داد. چون هر چند جلوتر می رفتیم که دیگه خبر از بارندگی و آبی نبود. دیروز صبح مهمانی برای من آمد، یکی از دوستان قدیم در بردسیر کرمان. صحبت از بارندگی شد. به من گفت که خیلی بارندگی کم شده. این جمله رو گفت پسرم میدونی مال چیه؟ گفت که دلها و نیتها و عقیده ها صاف نیست، نه به خدا نه به خلق خدا. گفت عدم بارندگی، سرما هست، یخبندان هست، برف هست، ولی باران نیست. لوله ها میگه از سرمای خشک منفجر میشود. لوله دوام نمیکنه، داخلش یخه، آب تو لوله هست، نمیتونیم، لوله داره پاره میشه. چند روز پیش در اخبار شنیدم که در پایتخت تهران توسط 5 هواپیما 10,000 لیتر آب و بالای تهران فرو ریختن که دودها و گازها رو و آلودگی را بشوید. و بعد گفتن که میخواهند 10 تا هواپیما بکنن. راه فقط استغفاره، راه فقط عقیده صاف بودن به خدا و خلق خداست. راه فقط تواضع به خرج دادن که بگیم استغفر الله. از اونی که حاکم باید بگه استغفر الله درباره کوتاهی هاش، تا اونی که فقیر باید بگه استغفر الله اگر ناشکری کرده و جزع و فزع کرده، تا اونی که تاجره اگر که در پرداخت زکات و انفاقش سستی به خرج داده، اونی که خواهره، اونی که پدره، اونی که مادره، اونی که مسئوله. راه فقط استغفر الله. چند سال میخواهیم بگیم استغفر الله، اما نمیتونیم، اما نمیگذارن، اما اجازه نمیدن. چرا اجازه نمیدن؟ مگر آمر و ناهی تو چه کسی است غیر از الله هست؟ پس بگو و خودت راحت کن. استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. حضرت سلیمان قومشو جمع کرد، برای طلب باران به صحرا می رفتند. رسید به یک مرچی که خودشو به پشت انداخته، صورتش به آسمانه، دعا می کرد. میدونه دعای این مرچی چه بود؟ در مسیرش دید که مرچی ناچیز خودشو به پشت انداخته روی خاک، سر به آسمان میگه اللهم انا خلق من خلقک. حضرت سلیمان مات و مبهوت شد، به قوم گفت بیستید. چه داره میگه؟ این مورچه خودشو به پشت انداخته رو خاک، میگه اللهم انا خلق من خلقک. بارالله پروردگارا، ما گروهی از خلق تو هستیم. دنبالش اول اعتراف به بندگی در مقابل عظمت خداوند. حالا دوم چی میگه این مورچه؟ لیس بنا غنی عن رزقک. خدایا ما بی نیاز از روزی تو نیستیم، محتاج روزیت هستیم.
گریه یک مورچه را بشنوید که این نبی الله صداشو فهمید و شنید. مورچه میگوید که علما برامون فرش کردن، مواظبیم که این گوشه شلوارمون رو خاک ننشینه. اگر این گوشه فرش کمی جابجا شد تو نماز استسقا آمدیم دستمون به شلوارمون که خاکی نشیم. اگر شانه سرمون که خراب شد دوباره ما بندی از امتی از امتان تو، بندی از بندگان تو، خلقی از خلق تو. خدایا ما بی نیاز از روزی تو نیستیم، روزی به ما بده، آب به ما بده. حضرت سلیمان رو کرد به قوم گفت بر بگردید که خدا به شما باران میده، اما با دعای غیر شما، به دعای غیر شما، به دعای یک مورچی. در روایات وارد شده که خداوند فرموده که اگر بندی من دستشو بلند کرد 3 بار گفت یا الله، همه با هم بگیم عزیزان، یا الله یا الله یا الله. انا خلق من خلقک، دعای مورچه. ما بندگانی از بندگانت هستیم یا الله. ما بی نیاز از رزق تو نیستیم یا الله. ما بی نیاز از رحمت تو نیستیم یا الله. خدایا ما را به خودمون وامگذار یا الله. خدایا بارانی بر دلهای ما نازل بکن که درون ما رونق بگیرد. خدایا به داد دلهای ما برس که دلهای ما مرده، نه زمینها. درون ما خشکیده یا الله. خدایا بارانی بر دلها و افکار ما بریز و به داد دلها نیتهای ما، به داد افکار ما را تصدیق فرما. ما در ابتدای سال جدید 1432 هجری هستیم. امروز روز 2 و 3 سال هجری، سال 32. اللهم یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا، دعای بابا آدم و ما و حوا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. خدایا محتاج رحمتت هستیم. بعد از اینکه درون ما را شستید پروردگارا، بعد از اینکه درون ما را شستید پروردگارا، بعد از اینکه درون ما را شستید، باران رحمت مادی خودت را بر ما ببار. چون همه جا خوش شده، آبها عمیق شدند، چراگاه ها کم شدند، بندگان تو نگرانند. خدایا اینایی که میبینید 90%شون 2-3 روزی که روزه هستند، امروز با دهان روزه آمدن. خدایا صندوقی برای بیماران تالاسمی و سرطانی و کلیوی گذاشتند. خدایا عجله‌ای برای رفتن ندارند. خدایا اگر تو اونها را بیامرزی و استغفار و توبهشون رو قبول بکنید، مشکل باران ندارند. مشکل این که دلشون خشکیده شده، توکل و ایمانشون و یقینشون و عقیدشون ضعیف شده.
و اخلاصشون خدشه‌دار شده و مسیر قلبشون منحرف شده. خدایا به این جمع نیازمند رحم بفرما. از خانه هاشون به این بیابان آمدند. تو خودت گفتی اگر بنده من دستشو بلند کرد 3 بار گفت یا الله یا الله یا الله. تو خودت گفتی که من شرمم میاد که دست بنده و خالی بر بگردونم. خودت گفتی ادعونی استجب لکم. خدایا ما نیازمند و درمانده و بیچاره و فقیر هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. همه شما فقیر به درگاه خدا هستید. یکی از آداب استسقا متوسل شدن به دعای صالحین هست در حیاتشون. پیامبر صلی الله علیه وسلم روی منبر خطبه می‌خوندن. یک دفعه اعرابی در جمع بلند شد و خطبه آن حضرت رو قطع کرد. گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هلک العباد و البلاد. همه هلاک شدن. دعا بفرما. خطبهشو قطع کرد، دستشو بلند کرد. اونقدر دستشو لرزوند و گریه کرد که سپیدی زیر بغلش نمایان شد. هنوز دستشو پایین نیاورده بود که ابری کل مدینه رو در بر گرفت و بارندگی شروع کرد و همینجور ادامه پیدا کرد تا هفته بعد. دوباره روی منبر بود خطبه میخوند. دوباره همون اعرابی آمد تو جلسه. گفت یا رسول الله دعا بکن تا باران بند بیاید، قطع بشود. هلک العباد و البلاد. این دفعه دیگه چه؟ از شدت بارندگی سیل راه افتاده، عباد و بلاد همه هلاک شدن. پیامبر دوباره دستشو بلند کرد گفت اللهم حوالینا ولا علینا. خدایا از سر ما بلند کن ببر تو اون تپه ها و اون جاها و جاهای دوردست. بارندگی قطع شد و حضرت عمر رضی الله عنه بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم، حضرت عباس عموی پیامبر مستجاب الدعا بود، میرفت پیشش میگفت یا عباس، ای عباس، ما در حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم اگر دچار قحطی میشدیم به دعای پیامبر ما متوسل میشدیم به درگاه خداوند، باران به ما میداد. الان دیگه پیامبر نیست که دعا بکند. ای عباس به دعای تو متوسل میشویم که به درگاه خدا دعا بکنید تا خدا باران بدهد. که ما متوسل شدیم به یکی از کم سن و سال ترین بچه های عزیزمون آمد برای ما شما دعا کرد. قبل از اینکه نماز استسقا خونده بشود 2 رکعت نماز مثل نماز عید، خطبه هم بعد از نماز می نشینیم تا آخر خطبه همدیگر رو حلال بکنید. اگر 2 نفر تو این جمع باشن که به هم پشت رو هستن، با هم قهرن، اگر نمامی در این جمع هست که از رونق جامعه اسلامی خوش نمی شود، اگر تارک الزکاتی در این جمع هست، اگر فرزندی که بی احترامی به پدر و مادرش کرده، اگر ظالمی که به فقیر ظلم کرده، اگر بدهکاری که حق طلبکارشو پرداخت نمی کند و متمکنم هست، اگر زن و مردی که بی احترامی به هم کردند، اگر مردی که در حق خانواده و اولادش بی حرمتی می کند، اگر شریکی که به شریکدارش خیانت کرده، اگر معلمی و عالمی که در حق بندگان خدا و شاگردان و طلاب کوتاهی کرده، اگر شیخ و عالمی که معصیت خدا می کند، همه باید توبه بکنند.
همه باید استغفار بکنن. یک صفحه جدید، یک پرونده جدید. فرمانداری مدارس رو تعطیل کردن، بچه ها را آوردن، این اطفال معصوم که برای ما دعا بکنن. نیروی انتظامی راهنمایی و رانندگی، شهردار محترم که تصدیح این محل و امکانات و حتی آب برای وضو گرفتن آورده، تانکر آب، از همه فراموش شده را احیا بکنیم. از همه و همه تشکر میکنیم. خداوند به همه شما جزای خیر بده که کاری کردید که ما بیایم اینجا این خیرات و برکات نصیب ما بشود. همطور که نشستی نمیگم که بلند بشید همدیگر رو در آغوش بگیرید، همینطور که نشستید دلتو پاک کن، صاف کن، چون خطبه خونده میشه، تو خطبه هم دعاست. دلتو پاک و صاف بکن، همه رو حلال بکن و تصمیم بگیر که انشاءالله زندگی جدید رو با همه شروع بکنید و خیر و برکتت به همه برسه و خداوند تو رو با برکت قرار بده. تا قبل از اینکه آقای عبدالباعث قطالی حفظه الله در جایگاه قرار بگیرن، همه عزیزان چند لحظه سکوت، اگر میشه چشماتم رو هم بذار، 3 بار استغفار جانانه و کل زندگی گذشته تو بیادت بیار، کوتاهی ها، تقصیراتت، و فکر بکن که خداوند به خاطر یک گناهکاری که تو جمع هست، اونم مسئله پردل خدا باران رو از اینها قطع کرده. اگر یکی هست خودت تنهایید، بعد بگو خدایا یعنی من اینقدر بدم که به خاطر بدی من اینها رو محروم کردی. خدایا من تصمیم میگیرم توبه بکنم و خوب بشم. خدایا به اینها باران بده. ما نمیگیم اونی که بده از جمع بره بیرون. قرار نشده که خداوند ستاره، ما بگیم بلند شه بره بیرون. یک کمی فکر بکنه اونی که بده همینطور که نشسته کسی از حالش نمیفهمه، اینو بندازه رو سرش، چشمش هم ببنده، بگو استغفر الله، خدایا من یکی بدم. یعنی اینا همه جمع خوبانن، همه استغفار و گریه میکنن. چند لحظه سکوت، چشماتون رو ببندید، استغفار و گریه و زاری. انشاءالله بعد صدا میزنن الصلاة جامعه، الصلاة جامعه، الصلاة جامعه. آخر دعوانا ان الحمد لله. به نادانی بسی کردم خطا، پشیمانم خدایا، استغفر الله. عزتت